احذر احذر من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة. فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة. وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگار را بر پیامبر صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاک سریشت، صحابگانی که پیشوا و با برکتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند، بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربان ترین مهربانانی. اما بعد، ای دوستانی که شما را به خاطر الله دوست می دارم، غفلت، پیامدها، عاملها و درمان آن. همکنون با شما درباره نوع و یا شکل و صورت چهارم دردناک غفلت که در حال حاضر بیشتری امت با آن گرفتارند صحبت می کنیم. آن غفلت از نماز و یا بی‌توجهی به نماز است. امروز بسیاری از مسلمانان از نماز غافلند. در بین امت خانه‌های زیادی هست که در آن کسی نماز نمی‌خواند. به الله قسم که از این حالت قلب‌ها به درد می‌آید. این را کسی انکار نمی کند. غفلت از نماز. بسیاری از مسلمانان نماز نمی خوانند. نیست قدرت و توانایی بجز از قدرت و توانایی الله. الله تعالی می فرماید همه این نمازها و نماز میانه یعنی عصر را محافظت کنید و برای الله به طریق فرمانبرداری در حال قیام بایستید. الله تعالی می فرماید رکوع کنید و سجده بجا آورید و پروردگار خود را عبادت نمایید و کاری نیکو کنید. امید است که رستگار شوید و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و با نماز گزارندگان نماز گزارید. و او تعالی می فرماید به درستی که مؤمنان رستگار شدند، همان کسانی که در نماز خود خشوع می کنند. الله تعالی می فرماید همان آدمی بیقرار آفریده شده است. چون مصیبت به او برسد اضطراب کننده است و چون خیر به او برسد بخل کننده است. بجز نمازگزاران، آنها که بر نماز خود دوام کنندگانند. نماز در این زمان فتنه یگانه وسیله رابطه تو با پروردگارت است. به الله قسم تو را از تحت قلب خطاب کرده ایستادم. به الله قسم که از تحت قلب. ای پسرم، ای برادرم، ای خواهرم، ای دخترم و ای پدرم و ای مادرم، نماز در این زمان فتنه ها، دردها، غم و اندوه ها، بیماری ها، یگانه راه رابطه ما با الله تعالی است. هر انسانی که در روی این کره خاکی است البته قلبش غم و اندوه دارد و الله از آن آگاه است. یگانه راه علاقه تو با پروردگارت این است که با قلب شکسته و با توبه و استغفار و به یگان کبر و اصرار او را ندا کنی
و به ضعف و ناتوانی خود اعتراف کنی و حاجتت را به او بگویی. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: آیا شما را به کار راهنمایی نکنم که الله به سبب آن گناهان را می بخشد و درجه شما را بالا می بردارد؟ گفتند: بله ای رسول الله. آن حضرت فرمودند: طهارت کامل کردن در سختی ها، قدم زدن به سوی مسجد و پس از هر نماز منتظر نماز بعدی بودن، اینها مثل قلعه هستند، اینها مثل قلعه هستند، اینها مثل قلعه هستند. هیچ یکی از ما خالی از گناه نیستیم. پس شتاب کنید، به سوی جویبار جاری شتاب کنید و بدنتان را از گناهان پاک کنید و جسدتان را از عیبها پاک کنید. به سوی جویبار نماز شتاب کنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: به من بگویید اگر در پیش خانه یکی از شما دریاچه‌ای باشد و او هر روز 5 بار در آن شستشو کند، آیا یگان ناپاکی در بدنش باقی میماند؟ گفتند: هیچ ناپاکی در بدنش باقی نمیماند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند: نمازهای 5گانه مثل همین است. الله با آن گناهان را از بین میبرد. الله با آن گناهان را از بین میبرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی در اول یا آخری روز به مسجد رود، الله در عوض هر بار در اول یا آخری روز به مسجد رفتنش برایش ضیافت در بهشت فراهم میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی در خانه اش طهارت کرده برای ادای نماز فرض به مسجد رود، با هر قدمش یک گناهش بخشیده می شود و یک درجه در درجاتش افزوده می شود. هنگام نماز می خواند تا وقتی که در جای نمازش نشسته است، ملائکه برای او دعا کرده می گویند: یا الله برای درود بفرست، یا الله او را بیامرز، یا الله به او رحم کن، گناهانش را ببخش. عزیزانم، پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند: شما با گناه و معصیت می سوزید. شما با گناه و معصیت می سوزید. اما وقتی نماز بامداد را می خوانید، آن را می شوید. سپس باز می سوزید و می سوزید. سپس وقتی نماز پیشین را می خوانید، آن را می شوید. سپس باز می سوزید و می سوزید. وقتی نماز عصر را می خوانید، آن را می شوید. سپس باز می سوزید و می سوزید. وقتی نماز شام را می خوانید، آن را می شوید. سپس باز می سوزید و می سوزید. وقتی نماز خفتن را می خوانید، آن را می شوید. و سپس می خوابید و به شما در حال خواب گناه نوشته نمی شود تا وقتی که از خواب خیزید. چقدر فضل بزرگ است! چقدر فضل بزرگ است! خوبی ها بدی ها را از بین می برند. این تذکر برای انسان های ذکر کننده است. یک کسی که از نماز غافل هستی، یا کسی که ساعت های دور و دراز را در تماشای فیلم ها و یا مسابقه ها می گذرانی، بیا از خواب غفلت برخیز، به سوی الله برگرد و حاضر با پروردگارت عهد کن. با پروردگارت عهد کن که نمازهایت را در وقتش می خوانی. سخنان خود را با این کلمه ها به آخر می رسانم. با سستی و تنبلی به سوی نماز می آیی، گویا که تو را به بلا و مصیبت دعوت کرده باشند. اگر نماز خوانی هم ناقص می خوانی، به سبب آن که تو در نمازت ریا کردی. اگر ریا هم نکنی، در داخل نماز به کارهای دنیویت فکر میکنی. ای کاش که همان فکرهای تو درباره یگان چیزی مباح باشد، بلکه فکرهایت در گناه و معصیت است. اگر روز در میان مردم نماز خوانی، سجده و رکوعت را زیاد میکنی، اما اگر در کارت دیر کرده ایستاده باشی، آن را تیز میخوانی، گویا که کارت از ملاقات پروردگارت اولاتر باشد. اگر روزی باشد که با زن نشسته باشی، تمام وقتت را برایش صرف میکنی. ای بنده، مگر دیدار و ملاقات با زن برای تو افضلتر است از ملاقات با پروردگارت؟ به سوی نماز شتاب کن. به سوی نماز شتاب کن. به سوی نماز شتاب کن. رابطه تو با الله راه سعادت و خوشبختی و کامیابی تو در دنیا و آخرت است. از الله تعالی می خواهم که من و شما را از اهل نماز گرداند و نماز را سبب آرامی و راحت روحمان گرداند. همان او به این کار قادر و تواناست. سلام و درود الله بر پیامبرمان محمد و بر خاندان و اصحاب ایشان باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احذر من أسباب الغفلة.
احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة. فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى، أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك